داري. بله جناب استاد بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حضور گرامی، برادران و خواهران نهایت عزیز و محترمی که در این محفل مجازی گرد هم آمدید، بار دیگر سلام عرض میکنم. مجلس با کیفیت امروز که به مناسبت تجلیل از شهدای گرانقدر اندرابها و دیگر شهدای مقاومت است، مجلس با افتخار و با عظمت است. ما لازم می‌بینم ابتدا اولین سالگرد شهادت فرمانده خیر محمد خیرخواه و همسنگرانش را و همه شهدای گرانقدر اندرابها و پنشیر و سایر ولسوالی های شمال شرق کشور و شهدای بلخاب و دیگر جاها همه را به خانوادهایشان تسلیت عرض کنم و اظهار همدردی کنم و برای شهدای عزیز علو درجات و برای بازماندگانشان صبر جمیل آرزو کنم. رفتن به سوی یک مقاومت و شکستن دیوار استبداد و حصار استبداد مردی و مقاومت و یک روحیه استثنایی میخواهد. در شرایطی که مقاومت مردم افغانستان یک بار به خاموشی گرید و سایه سیاه حاکمیت طالبان بار دیگر بر افغانستان مسلط شد، با توجه به عدم همکاری های منطقوی و اطراف و اکناف افغانستان، دل به دریا زدن و قیام کردن در یک کوهستان این نشانگر شجاعت، شهامت و وطن دوستی کسی است که به این کار دست میزنه. واقعا اندرابها یک نقطه اساسی بود که توانستن این سد بشکنن و در مقابل استبداد و در مقابل انحصار و در مقابل ظلم ایستادگی کنند و جانهای عزیزشان را قربانی کنند و برای وطنشان خود را مثل شمع بسوزانند تا اینی که دیگران در روشنی از او راه زندگی رو پیدا کنند. گرچه تا هنوز هم مقاومت به شکل وسیع و گسترده حضور ندارند و نقاط معینی در قیام هست، اما بدون شک اینطور نمیماند و این صدا خاموش نمیماند و این صدا تنها هم نمیماند. بستگی دارد به این که شرایط و اوضاع کشور ما و همچنین اطراف اکنافش بار دیگر مساعد شود افکار عمومی برای از این که یک ملت قیام بکنند و بعد هم مورد ملامت دنیا و همسایگان و داخل افغانستان قرار نگیرند. امروز ما به جای رسیدیم که مردم افغانستان از داخل کشور به جان رسیدن و از نیروهای مقاومت میخواهند که به هر طریقی که شده یک راه را برای مبارزه باز کنند. افکار عمومی بعد از یک دوره‌ای که تبلیغات میشه که گویا امنیت آورده، ثبات آورده، شاید اوضاع بهتر شود، ولی مردم 2 سال و چند ماه انتظار کشیدن، اوضاع بهتر نشد و اطراف اکناف افغانستان هم دیدن که اوضاع روز به روز مسوی خرابی پیش می رود و لذا شرایط از نگاه شرایط ذهنی جامعه و شرایط عینی آماده است و از نگاه شرعی هم ما مشکلی با رفتن به سوی قیام نداریم، برای از که خداوند متعال قیام و مقاومت و جهاد را تنها به این اختصاص نداده است که کسی علنی ادعای کفر کنند یا حکومتی یا سرزمینی اسلام به مورد هجمه کفار بیرونی قرار بگیرد، بلکه به کسانی که مورد ظلم و ستم واقع می شوند
و سرزمینشان اشغال می شوند و بر سرشان ظلم می شوند، این هم از مواردی است که خداوند جهاد را اجازه داده است. در زمانی که پیامبر گرامی اسلام 13 سال در مکه معظمه تبلیغ رسالت کرد و اونا بدون از اینکه مقاومتی جنگی ایستادگی بکنن تبلیغ میکرد و قیام امون نشر معارف اسلامی را از طریق تبلیغات و از طریق کارهای فرهنگی و کارهای علمی فکری انجام میداد. اما زمان رسید که اینا را برشان تعرض شد، اینا از سرزمینشان رانده شدند. دو گونه مهاجرت به طرف حبشه انجام شد، 2 مرحله، و مهاجرت دیگر هم مهاجرت کلان به طرف مدینه شد که کسانی که با پیامبر یک جا شده بودند و مسلمان شده بودند، اینا از خانه هایشان رانده شدند، خانه هایشان تاراج شدند و اینا به پیامبر گرامی اسلام مراجعه میکردند که اینا خود ما را سرزمین ما راندن، خانه های ما را گرفتن و تصاحب کردند و ما را به روزگار بسیار انداختند. پیامبر اینا را یعنی امر به صبر میکردن تا اینکه آیه مبارکه نازل شد که وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. با کسانی که مورد ظلم و ستم واقع شدند، با کسانی که از خانه هایشان رانده شدند، سرزمینشان گرفته شدند، اینا برایشان اجازه داده شده که اینا مقاتله بکنن و بجنگن و خداوند بر یاریشان توان است. این بود که مسئله جهاد آغاز شد. شرایط کشور ما به گونه هستند که بخش‌های بزرگی از مردم افغانستان امروز آواره هستند. میلیون ها نفر در ایران، پاکستان، اروپا، در همه جا رفتن از دست همین ظالمایی که آمدن حاکم شدن. با اینکه به دروغ ادعای امنیت میکنن، ادعای برادری میکنن، ولی خب به هر حال آمدن سرزمین و دار و ندار مردم اینا در اختیار خود گرفتن. به این ترتیب امروز از نگاه شرعی ما کدام مشکلی نداریم اگر ملت ما کدام مشکلی ندارن اگر قیام میکنن. فلهذا روزهای قیام به نظر من که نزدیک است و امروز دنیا هم کم کم از اون حالتی که حالت تعامل داشتن با اینا به سطوح آمدن. بسیاری از بخش‌های از دنیا گرچه هنوز هم اون بخشی که حاکمیت را به اینا دادن و در دسیسه و خیانت اینا را با همه امکانات تحویل طالبا کردن، هنوز هم حرکات از اونا حرکات مشکوک است. هر ولو این که حکومت همه شمول میزنن ولی در پشت پرده کارهای دیگه ای دارن و ما زیاد سر از اونا اعتماد نداریم. همچنانی که امروز در میگنیم در مرحله از مذاکرات شروع میشه، در ظاهر هم ببینیم حرفها دور است. اون طرف میگه که ما بدون از این که حکومت همه شمول ساخته شده و تمام اقوام افغانستان شریک شده ما نمیشناسیم و طالبان میگه که نماینده ضرورت نداریم برای که ما یک نما داریم از سازمان ملل تکامل. اما گپ ها اگر جنگ های زرگری باشه به نظر من بیشتر احتمال میده که اینا را با یک اندک تحولی که چند تا از دست نشاندگان خودشان ببرن با اونا کنار بشانن، اما قدرت شیطانی که حاکمیت به اونا تسلیم کردن بار دیگه اشکانت بکنن. اما امروز هم مردم افغانستان بیدار شده دیگه، اون فریب اینا را نمیخورن، فریب دموکراسی و حقوق بشر و اینا را که شعار دادن، چون اینا معلوم شد حقوق بشرشان چی است، حقوق زنشان چی است. امروز تمام 35 میلیون مسلمان افغانستان اینا به اسارت تروریست های دادن که خودشان 20 سال میگفتن اینا تروریست است. یا مثلا در جهان اسلام ببینیم، در غزه ببینیم، در فلسطین ببینیم 26,000 نفر زن و کودک پیرمرد کشته شده و اونا منکرن کسی کشته نشده. اما قدرت هایی که خود مدافع حقوق بشر و مدافع انسانیت و زن میدانستن، یک ثلث کشته ها زن است، یک ثلث کشته ها در فلسطین کودک است، اونا منکرن. آقای جان کربی سخنگوی کاخ سفید گفت که تلفات غیر نظامی در غزه صفر است، ما نداریم تلفات غیر نظامی. اینا بر راست دروغ از اینا دیگه کس شک نکنن که اینا دروغ نمیگن، راست میگن.
اینا باز هم ممکنه که دسته و توطئه بکنن، ولی امروز بخش‌های دیگه جهان بیدار است. سازمان ملل هم وجدانش تکان خورده در قبال بسیار مسائل. سازمان ملل موضوع خوب دارد و اونا شاید اسیر برخی قدرت ها نباشند و همچنین کشورهای منطقه هم در مقابل یک تجمعات دارن. اگه اینا باز دوباره فریب اونا را نکنن، که این هم یک بحث است که ما مراقب همه بحث ها هستیم. انشاءالله خون شهیدای ما به جان نمیمانه و اینا بی صدا نمیمانند. روز میشه که بیرق اسلام و جهاد افغانستان بار دیگه در افغانستان برافراشته شود، ملت ما صاحب اختیار و سرنوشت خود شود. بیشتر از وقت گرانبهای شما را نمیگیرم. یک بار دیگر به همه خانواده‌های شهدای عزیز اندراب‌ها و دیگر نقاط مقاومت درود میفرستم و برایشان بهشت برین آرزو میکنم، برای خانواده‌هایشان صبر و استقامت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.